دوستای عزیزم سلام، امروز در خدمتتون هستم با جلسه نحوه ویرایش پیام‌های عکسدار برای تلگرام. خیلی ساده تلگرام رو باز میکنید، در واقع اون پیام که مد نظرتون هست را انتخاب میکنید، مثال این پیام که عکس، متن و یه لینک آبی رنگ زیرش هست. خب روی عکس میزنید، خیلی ساده عکس باز میشه. رو آیکون 3 نقطه شکل که در گوشه بالا سمت راست هست کلیک میکنید. از این منوی که کشوی باز میشه سیو تو گالری یا ذخیره در گالری را انتخاب میکنید که عکس ذخیره میشه توی گالری شما. خب مرحله اول تمام شد، برمیگردین دستتون رو فشار میدین روی عکس، آبی رنگ که شد آیکون کپی را میزنید که متن را به همراه اون لینک آبی رنگ کپی کنه. برمیگردین میرین داخل کانال خودتون، خیلی ساده داخل کانالتون بین علامت میکروفون و علامت زنگوله در واقع آیکون سنجاق مانند هست، میزنید روی آیکون سنجاق مانند. عکس که میخواین از توی آیکون گالری انتخاب میکنید، یه عکس که میخوام میزنید روش و عکس که بزرگ شد اون بالا آیکون تی مانند به معنای نوشته میزنید روش، انگشت رو نگه میدارید توی این قسمت، پیست یا کپی را در واقع میزنید. اگر دقت کنید همون متنی که زدین اومد اینجا. فقط نکته که جلسه قبل هم بهتون اشاره کردم، توی تلگرام از جایی که کپی کردید مینویسه منبعش چیه، چون حامد یا نفری کپی کرده حامد بوده در واقع اینم به اون نقل قول میشناسه. خب شما پاک میکنه، خیلی ساده میان اینجا لینک کانال رو هم همونجوری که بهتون یاد دادم ویرایش میکنید، خیلی ساده. و بعد از که ویرایش کردین علامت تیک اون بالا سمت راست را میزنید و سند را میزنید. اگر دقت کنید اون پیام که میخواستین با تمام اون ویژگی ها خیلی زیبا ارسال شد و در واقع با لینک